با نزدیک شوی دور دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان، جنبش و احزاب سیاسی، سیماهای شناخته افغان از نامزدهای کرسی پرزیدنتی دکتر عبدالله عبدالله و یا اشرف غنی احمدزی پشتیبانی خود را بیان میکنند. آیا همین پشتیبانی و طرفگیری سیماهای سیاسی و احزاب در نتیجه انتخابات سهم خواهد داشت؟ بله، هرچی انتخابات نزدیکتر میشه این جهتگیری ها و اعلام حمایت ها زیادتر شده میره. مخصوصا این روزایی که ما شما حالا صحبت میکنیم به اوجش رسیده. از جمله عبدالرب رسول سیاف، یکی از چهره های مشهور افغانستان، حمایت خود اعلان کرده. و اون یک نامزد کرسی پرزیدنتی هم بود. ولی طرفدارای از او به طور معلوم به دو جهت خواهد رفتن. همین مورد در مورد تمام کاندیدای دیگه و کاندیدای ناکامی که قبلا کاندید بودن و نتونستن به دور بعدی راه پیدا کنن صدق میکنه. همیشان آمدن و به یک گروه استاد شدن. اما ای که بتونه بر رأی این دو کاندید پیشتاز کمک کنه، مردم شک دارن، فکر میکنن که اینا بزرگتر نمایی یا بزرگ نمایی میکنن از تعداد آرایی که بتونن برای این کاندیدا بیارن. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا یک سرباز اسیرش را بر عوض 5 طالب محبوس در زندان گوانتانامو تبادل نمود. حکومت افغانستان زیر رهبری حامد کرزی این اقدام را تنقید کرده است. آیا نامزدهای کرسی پرزیدنتی دکتر عبدالله و یا اشرف غنی احمدزی در این باره چیزی گفتند؟ رابطه افغانستان با امریکا یک مسئله بسیار حساس شده بعد از اینکه رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از امضای توافقنامه دو جانبه استراتژیک، روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا ابا ورزید. این شده یک مسئله حساس. به این دلیل من فکر میکنم که هر نوع جهتگیری یا اعلام موقف یک کم وقت کار داره، چون موضوع حساس شده. فکر نکنم که کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان تا حال در این مورد اظهار نظر کرده باشند. حتی حکومت افغانستان هم چندین ساعت بعد از اینکه این موضوع اتفاق افتاد با لحن بسیار محتاطانه و احتیاطکارانه بالای ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد. و خب تا انتخابات 14 ایون کمتر از 2 هفته وقت مانده است و در این روزهای اخیر میبینیم که از سوی نامزدها، نه از سوی نامزدها، البته در رسانه‌های خبری و در میان حلقه‌های سیاسی سخنان قبیح و لطیفه ها درباره نامزدها زیاد شده است. آیا همین پیار سیاه طرزی که در تاجیکستان میگویند در افغانستان پدیده دائمی است و یا اینکه تا این وقت چنین پیار سیاه جا نداشت؟ این پدیده نو است، چون حال انتخابات نزدیک شده و منافع بزرگ است و قیمتش هم گزاف است، یعنی کامیابی و یا ناکامی برای مقام ریاست جمهوری. به این دلیل شوخی ها و حتی هتک حرمت ها و بهتان ها به اوج رسیده. یک مثال شما براتان گفته میتونم که روز گذشته معاون کاندید ریاست جمهوری دکتر عبدالله با کاندید مقابل به حریفش گفت اصطلاح قاقروده را استفاده کرد. این شده به یک موضوع کاملا داغ در رسانه های جمعی و هر کس مثلا به طور یک فقط مثال است اعلان نشته میکنه بله من قاقروده هستم. البته طرفدارای اشرف غنی احمدزی. چنین لطیفه ها و چنین گزارش ها قابل توجه و جدی است و علت چیز که افغان ها با دموکراسی از این نوش کاملا جدید آشنا میشن. تشکر زیاد احمد تکل، شارح بخشی افغانی رادیو آزادی. تشکر از شما، خوش آمدید بار دیگر. ممنون شما.